سلام، محمد هستم. اینجا فیلمیمه. قراره یه فیلم متفاوت رو بهتون معرفی کنیم، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. بیل تریسی یکی از نویسنده های فیلمنامه گفته که ایده کلی فیلم رو از جایی گرفته که برای ماحصل به نروژ سفر میکنه. Is that gonna fit everyone? Yeah, easily. 12 customers total. How do they turn a profit? $12.50 a head, that's how. What are we eating, a Rolex? اونجا برای اینکه شام رو توی یک رستوران خیلی خاص میل کنه با قایق به جزیره میرن. اونجا که میرسه متوجه میشه که تا پایان سرو غذا اجازه نداره که از جزیره بره بیرون و انگار که جورایی اونجا حبس شده. It's one of his classics. You have to try the mouthfeel of the mignonette. Please don't say mouthful. Tonight will be madness. فیلم دمنیو، فیلم به کارگردانی مارک مایلود، ساخته سال 2022 آمریکاست. ژانرش دلهره آور و با درونمایه‌های کمدی سیاهه. بازیگرای اصلی فیلم راف فاینز در نقش سرآشپز اسلوویک، آنیا تیلور جوی در نقش مارگوت و نیکولاس هالت در نقش تایلر. Come. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible. مدت زمان فیلم 1 ساعت و 47 دقیقه است و نمرش هم توی سایت IMDb 7.2. فیلم با بودجه 35 میلیون دلاری ساخته شده و گیشه‌ای 80 میلیون دلاری داشت. 49 بار نامزد جایزه‌های مختلف شد و 2 بار هم تونست این جایزه‌ها رو از آن خودش کنه. Welcome to Hawthorne. Here we are family. We harvest, we ferment, we gel. اگر میخواید تصمیم بگیرید که فیلم رو با کی ببینید، باید بهتون بگم که به جز 1-2 تا دیالوگ های مثبت 18 صحنه جنسی نداره و فقط هم اواخر فیلم یه مقدار خشونت فیلم زیاد میشه که به خاطر همینم درجه سنی فیلم R هستش. We gel. He's not just a chef, he's a storyteller. The game is trying to guess what the overarching theme of the entire meal is going to be. داستان فیلم درباره زوجی به اسم مارگوت و تایلره که این فرصت نصیبشون شده تا شب رو تو یک رستوران خاص سپری کنن. تو این رستوران هر شب فقط برای 12 نفر غذا سرو میشه و تعداد کمی شانس حضور تو اونجا رو دارن و البته خیلی هم گرونه. This menu, The pictures, they're of us. this guest list. How do they get these? It's not good. این رستوران توی جزیره شخصی قرار داره و زیر نظر سرآشپز معروف اسلوویک اداره میشه. همه چیز خیلی عالی به نظر میرسه، ولی منوی به خصوص اون شب سرآشپز اسلوویک قرار کلی سورپرایز برای همه داشته باشه. فرض کنید به یه رستوران لاکچری رفتید توی جزیره خصوصی و قرار زیر نظر یه سرآشپز بزرگ کلی غذا و نوشیدنی خاص میل کنید، ولی چیزی که خبر ندارید اینه که قراره چه فاجعه‌ای رخ بده. فاجعه‌ای که دقیقاً برای خود شما طراحی شده. This entire evening. This is just theater, it's stagecraft. We're leaving now. این تعاریف شاید خیلی شبیه به یک فیلم ترسناک باشه، ولی این فیلم اصلاً ترسناک نیست. در واقع یه فیلم با درونمایه‌های کمدی سیاهه و موضوعیتش هم درباره هنر و هنرمنده. همه چی تشبیه شده است توی این فیلم. Has been painstakingly planned. دمنیو اعتراضی نمادین و خونین به اینه که چرا هنر معنای خودش رو از دست داده و درگیر هدفهایی به غیر از مسیر درست هنر شده و اینکه چرا مفهوم هنر برای هنر دیگه عملاً وجود نداره. This is what you're paying for. تقریباً تمام موضوع فیلم اینه که چرا نظام سرمایه‌داری هدایت کننده مسیر هنر شده و اینکه چرا اصلا هنر تبدیل به یک صنعت شده. Get out of my way. از یه جایی به بعد فیلم هم می‌بینیم که این اعتراض رو به هنرمندا داره که چرا هنر خودشون رو به پول فروختن و جذب رضایت سرمایه‌گذار و منتقدا
از خلق یک اثر درست مهمتر شده و در واقع به وجود منتقدا هم اعتراض میکنه. No, we're gonna die tonight. میبینیم که کارکنان رستوران که تشبیهی از جامعه هنری هستن خدمات دهنده خطاب میشن و مثل یک عده سرباز گوش به فرمان در حال خدمات دهی و خدمت رسانی به منتقدا، سرمایه‌داران و مصرف کننده های هنر هستند که توی فیلم خدمات گیرنده خطاب میشن. You told him it was my birthday? Seemed funny about 3 hours ago. اگه هنوز فیلم رو ندیدید و دوست ندارید براتون اسپویل بشه، از اینجا به بعد ویدیو رو میتونید بعد از اینکه فیلم رو دیدید تماشا کنید. چالش اصلی فیلم از اونجایی شروع میشه که سرآشپز اسلوویک برای همه 12 نفری که توی اون شب به خصوص توی رستوران حضور دارن با توجه به زندگی گذشتهشون برای انتقام نقشه کشیده. ولی خب مارگوت در اصل به جای یکی از اون 12 نفری که قرار بوده بیاد و نتونسته اونجا حضور داره. حالا سرآشپز باید تصمیم بگیره که آیا مارگوت هم مثل اون 11 نفر دیگه حقش هست که مورد انتقام قرار بگیره یا اصلا توی اون دسته‌بندی خدمات دهنده ها و خدمات گیرنده ها جایی داره. 2 تا دسته‌بندی که از نظر سرآشپز و به روایت فیلم باید کاملا از بین برن تا به جای اونا دوباره هنر خالص شکل بگیره. که در انتهای فیلم هم میبینیم مارگوت که توی کلبه سرآشپز یه چیزایی دیده که یه شناخت حدودی از سرآشپز پیدا کرده، آخرین راهو برای اینکه نجات پیدا کنه امتحان میکنه یا شاید هم واقعا آخرین وعده غذایی زندگیشو میخواد سفارش بده. اون یه چیزبرگر سفارش میده، غذایی که سرآشپز کارش رو با اون غذا شروع کرده و با همون هم معروف شده. اسلوویک هم وقتی میبینه که مارگوت به جای غذاهای مزخرف نمایشی که توی رستوران سرو شده بوده یه غذای واقعی سفارش میده و به دور از ادا و پوزای روشنفکری داره از غذا لذت میبره، تصمیم میگیره که اونو رها کنه و اون تنها کسی که از جزیره زنده بیرون میره. اگه بخوایم 2 تا از ایرادهای اصلی فیلم رو هم بگیم، اولیش اینه که فیلم بیش از حد نمادینه، یعنی همه چی توی فیلم تشبیه شده است. سرآشپز به یک هنرمند بزرگ و ناراضی، کارکنان به جامعه هنری و خود آشپزی طبیعتاً به هنر. حتی خوابگاه کارکنان هم تمثیلی از آسایشگاه پادگانه. ایراد دوم فیلم هم شخصیت پردازی خیلی کم و ضعیف برای شخصیتی که لازم بود ما گذشته بیشتری ازش بدونیم. یعنی سرآشپز اسلوویک ما غیر از اون تصاویری که توی کلبش میبینیم هیچ چیز دیگه از گذشته این سرآشپز نمیدونیم. این فیلم رو ببینید و بعد نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه بودید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و فیلمیم رو به دوستای خودتون معرفی کنید.